من واسط در بدرم اومدم تو رو ببرم، من دیگه گذشته آب از سرم، منم و دیو. سلام، چطوری؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. چقدر خوشگل شدی. چرا لباسکار تنت نیست؟ مرخصیم. پس اینجا چی کار میکنی؟ والا پارسال خواهر شوهر یه دختره رو بردم، خیلی با مال کرده، دیگه همه مهمونی هاشون دعوتم میکنه. خودت اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم نگی اومدی پیریو ببری، حالا اونو بعدم میبری، دیر نمیشه که. منم دعوت کردن به مناسبت یلدا براشون کورس شعر بخونم. پس چرا با لباس کار اومدی؟ دیگه مهمونی های در این حد رو با لباس کار میام. بذار یه دونه از کورس شعرهای معروفم رو برات اجرا کنم. گل منو اذیت نکنید، چشاشو تر نکنید، باد موان بگو کسی سمتش نیاد. حالا همه با هم بلبله کن، هل کن. یه روزی تنگ غروب آسمون اسکلت برقی و صدم با تیر کمون. اوی اوی اسکلت برقیه. آره. منو نبر، خواهش میکنم منو نبر. آروم بگی. مگه اومدی اینو ببری؟ آره. نه من که اومدم مهمونی. بیا منو ببر، بیا دیگه منو ببر. میمیری یا؟ من امشب کار دارم، درگیرم، ولی فردا هم اینجا باش، باید ببرمت. ابلا ماما میا ماماسیتا کارچلا، خدافظ. انار دونه از فردای خود کسی که میدونه